به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. بریده هایی از کتاب پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ اثر استیون هاپکینگ. لطفاً با من همراه باشین تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم و ببینیم در مخیله آقای استیون هاپکینگ چی میگذشته. لطفاً با من همراه باشید. پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ یک کتاب علمی عام فهم است که توسط فیزیکدان استیون هاپکینگ نوشته شده و توسط انتشارات هودر و استاتن و بتمن بود در 16 اکتبر 2018 منتشر شده است. این کتاب به بررسی برخی از بزرگترین اسرار جهان و ترویج این دیدگاه که علوم در کمک به حل مشکلات در سیاره زمین بسیار مهم است. خلاصه این کتاب: ناشر این کتاب را مجموعه‌ای از بازتاب‌های عمیق، قابل درک و به موقع از آرشیو شخصیش معرفی کرده و بر اساس یک بررسی کننده کتاب بر اساس 1.5 میلیون یا بیشتر واژه از مقالات خود، سخنرانی‌ها و سخنرانی‌های اصلی گردآوری گشته است. این کتاب در زمان فوت نویسنده در مارس 2018 ناقص بود، اما با همکاری دانشگاهی، خانواده و دارایی استیون هاپکینگ تکمیل شد. پیشگفتار این کتاب توسط ادی ردمین، بازیگر برنده اسکار فیلم نظریه همه چیز، مقدمه ای از کیپ تورن، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، و یک پس‌گفتار توسط لوسی هاپکینگ نوشته شده است. بخشی از پول فروش صرف کمک به انجمن بیماری‌های حرکتی نورون و بنیاد استیون هاپکینگ می‌گردد. جملاتی از کتاب پاسخهای کوتاه به پرسش‌های بزرگ. از کجا آمده ایم؟ عالم چگونه آغاز شد؟ معنا و طرح مبنای آن چیست؟ آیا کسی آن بیرون وجود دارد؟ مشکل این است که بسیاری از مردم فکر می‌کنند علم راستین آنقدر غامض و پیچیده است که نمی‌توانند درکش کنند. ولی من فکر نمی‌کنم اینطور باشد. تحقیق در مورد قوانین بنیادی حاکم بر کیهان نیاز به چنان صرف وقتی دارد که از توان بیشتر مردم خارج است. اگر همه ما مشغول فیزیک نظری شویم، دنیا به سرعت متوقف می شود. چرا اینقدر نگران هوش مصنوعی هستیم؟ حتما بشر همیشه می تواند سیم را از برق بکشد. از کامپیوتر پرسیدند خدایی هست و کامپیوتر گفت حالا هست و دو شاخه را به پریز جوش داد. ما وقت زیادی صرف مطالعه تاریخ می‌کنیم. خودمانیم. بیشتر تاریخ حماقت است. پس خیلی خوشحال کننده است که کسانی به جای آن آینده هوش را بررسی می‌کنند. سخت‌ترین قسمت بازی کردن نقش یک فرد زنده این است که باید در مورد نقشت به او حساب پس دهی. اما البته پرسش اساسی دوباره به میان می آید. آیا خدا خالق قوانین کوانتومی بود که وقوع مه‌بانگ را ممکن می کرد؟ خلاصه آیا لازم است خدایی باشد که شرایط بانگیدن مه‌بانگ را مهیا کند؟ من دوست ندارم به مؤمنان بر بخورد، ولی فکر می کنم توضیحی که علم می دهد متقاعد کننده تر از خالق الهی باشد. تابستان سال 1962 را افتادم. با قطار رفتم استانبول، بعد به ارزروم در شرق ترکیه، بعد تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و تخت جمشید، پایتخت شاهان ایران باستان. در مسیر برگشت به خانه من و همسفرم ریچارد شاین
با زلزله بوئین-زهرا مواجه شدیم. زلزله عظیم و 7.1 ریشتری که بیش از 12,000 نفر کشته بر جای گذاشت. احتمالاً نزدیک کانون زلزله بودم ولی متوجهش نشدم چون مریض بودم و سوار اتوبوسی که در جاده‌های بسیار ناهموار آن زمان ایران بالا و پایین می‌جهید. وقتی از فضا به زمین می‌نگریم خودمان را به عنوان یک کلیت می‌بینیم. وحدت را می‌بینیم و نه مرزبندی‌ها را. تصویری بسیار ساده است که پیامی قانع کننده دارد. یک سیاره، یک نژاد بشر. امروزه علم پاسخهای بهتر و سازگارتری می‌دهد. اما مردم همواره دنبال دین هستند چون به آنها آرامش می‌دهد و به علم اعتماد ندارند یا آن را درک نمی‌کنند. به یاد داشته باشید که به بالا و به ستارگان نگاه کنید و نه به پایین و پاهایتان. سعی کنید از آنچه می‌بینید سر درآورید و درباره آنچه وجود عالم را ممکن کرده فکر کنید. کنجکاو باشید. هر قدر هم زندگی به نظر دشوار برسد، همیشه کاری هست که بتوانید بکنید و در آن موفق باشید. مهم این است که تسلیم نشوید. خیال خود را مهار گسیخته کنید. آینده را شکل دهید. مشخصه هوش توانایی سازگار شدن با تغییر است. هوش بشر نتیجه نسل‌ها انتخاب طبیعی افرادی است که توانایی سازگاری با شرایط جدید را داشتند. نباید از تغییر بهراسیم. باید کاری کنیم که به نفع ما باشد. من کسی هستم که در 21 سالگی از پزشکان شنید که حداکثر 5 سال دیگر زنده میماند و در سال 2018 76 ساله شد. به همین دلیل من به گونه‌ای دیگر متخصص زمان هستم. گونه‌ای بسیار شاخص‌تر. من به طرز ناراحت کننده و حادی از گذشت زمان آگاهم و بیشتر عمرم این حس را داشتم که زمانی که به من داده شده به قول معروف قرضی است. انیشتین با این عقیده که شانس بر عالم حاکم است شدیداً مخالفت کرد. احساسات او را میتوان در این گفته جمع‌بندی کرد: خداوند پاس نمی‌اندازد. مکانیک کوانتوم به داشتن اصل عدم قطعیت معروف است. طبق این اصل ممکن نیست بتوان هم مکان و هم سرعت یک ذره را سنجید. اگر مکان چیزی را دقیقاً اندازه بگیریم سرعتش نامعین است. اگر سرعت چیزی را اندازه بگیریم مکانش نامعین است. در عمل به این معناست که تعیین موضع هیچ چیزی ممکن نیست. من بر این سیاره زندگی خارق‌العاده‌ای داشتم و در همان حال با استفاده از ذهنم و قوانین فیزیک در کیهان سفر کردم. تا نهایت کهکشان رفتم. به داخل یک سیاهچاله سفر کردم و به آغاز زمان بازگشتم. بر زمین اوج و هزیز تجربه کردم، اغتشاش و آرامش، موفقیت و رنج. غنی و فقیر بودم، سالم و معلول. مرا ستودند و بر من ایراد گرفتند، ولی هرگز مرا به هیچ نگرفتند. بسیار خوش اقبال بودم که از طریق کارم توانستم به ادراکمان از عالم کمک کنم. اما عالم توهیمی بود اگر کسانی که دوستمان دارند و دوستشان دارم وجود نداشتند. بدون ایشان شگفتی‌های عالم بر من پدیدار نمی‌شد. اگر به گذشته هر فرد استثنایی نگاه کنید، یک معلم استثنایی خواهید دید. اگر خدا وجود می‌داشت و ملاقاتش می‌کردید، از او چه می‌پرسیدید؟ پرسش این است: آیا طریقه آغاز عالم را خدا به دلایلی که درک نمی‌کنیم انتخاب کرد یا طبق قوانین علم تعیین شده است؟ من به شق دوم باور دارم. اگر دلتان می‌خواهد قوانین علم را خدا بنامید، اما این دیگر خدایی شخصی نیست که بتوانید ملاقات کنید و از او پرسش کنید.
اما اگر همچون خدایی وجود داشته باشد، دوست دارم بپرسم که چگونه چیزی به پیچیدگی نظریه ام در 11 بعد به ذهنش خطور کرد. نظم یک جسم میتواند افزایش یابد، ولی به این شرط که مقدار بی‌نظمی در محیط اطراف آن بیشتر افزایش یابد. وقتی با احتمال مرگ زودرس مواجه میشوید میفهمید که خیلی کارها هست که میخواهید قبل از سرآمدن زندگی انجام دهید. کسانی که الان جوان هستند چه چیزی پیش رو دارند؟ میتوانم با اطمینان بگویم که نیاز آینده ایشان به علم و فناوری بیش از نیاز همه نسل‌های پیشین است. باید بیش از همه نسل‌های قبل علم را بشناسند، چون به شکلی بی سابقه جزئی از زندگی روزمره ایشان است. همیشه از شاگردان متوسط کلاس بودم. کلاس پر از افراد باهوش بود. ولی همکلاسی‌هایم مرا انیشتن صدا می‌کردند. پس می‌شود فرض کرد چیزی در من می‌دیدند. آیا ایمان دارم؟ هر کسی آزاد است عقیده خودش را داشته باشد و نظر من این است که ساده‌ترین توضیح این است که خدایی وجود ندارد. کسی عالم را خلق نکرد و کسی راهبر سرنوشت ما نیست. این مرا به بصیرتی ژرف می‌رساند. احتمالاً بهشت و زندگی پس از مرگ نیز وجود ندارد. به نظر من اعتقاد به زندگی پس از مرگ فقط خواب و خیال است. سندی در خور اعتماد برایش نداریم و برخلاف تمامی آن چیزهایی است که در علم می‌دانیم. فکر می‌کنم وقتی می‌میریم به غبار برمیگردیم، اما از یک لحاظ حیات ما ادامه دارد. در تأثیری که نهاده ایم و در ژن‌هایی که به فرزندانمان منتقل می‌کنیم. ما همین یک عمر را داریم که در آن از دیدن طرح بزرگ عالم لذت ببریم و برای همین بسیار شکرگزارم. هملت گفت من می توانستم در پوست گردو محصور باشم و خود را پادشاه فضای بی نهایت بدانم. به نظرم منظورش این بود که اگرچه ما آدمیان محدودیت‌های جسمانی زیادی داریم، به خصوص در مورد من، ذهنمان آزاد است که کل عالم را اکتشاف کنیم و شجاعانه به جایی برود که حتی پیشتازان فضا هم جرأتش را ندارند. این ذهن ماست. وقتی 12 سالم بود، یکی از دوستانم با دوستی دیگر سر یک بسته آبنبات شرط بست که من هیچ وقت به جایی نمیرسم. این دوران برای زنده بودن و محقق فیزیک نظری بودن زمانه‌ای با شکوه است. تصویر ما از کیهان در این 50 سال اخیر تغییرات زیادی کرده است و من اگر در این تغییرات سهمی داشتم خوشحالم. یکی از رازگشایی‌های بزرگ عصر فضا این بوده که به بشریت جایگاهی جدید برای نظریه خودش داده است. وقتی از فضا به زمین می‌نگریم خودمان را به عنوان یک کلیت می‌بینیم. وحدت را می‌بینیم و نه مرزبندی‌ها را. تصویری بسیار ساده است که پیامی قانع کننده دارد. یک سیاره، یک نژاد بشر. آیا موردی دارد که برای مسافران زمان مهمانی ترتیب بدهیم؟ امید دارید که کسی بیاید؟ من در سال 2009 در دانشکده‌ام گاینول و کایوس در کمبریج برای مسافران زمان و فیلمی درباره سفر در زمان مهمانی گرفتم. برای اینکه مطمئن باشم مهمانان واقعاً مسافر زمان هستند، دعوتنامه‌ها را بعد از مهمانی فرستادم. روز مهمانی در دانشکده نشستم. امید داشتم ولی کسی نیامد. ناامید شدم ولی تعجب نکردم، چون قبلا نشان داده بودم که اگر نسبیت عام صحیح باشد و چگالی انرژی هم مثبت باشد، سفر در زمان ممکن نیست. اگر غلط بودن یکی از فرضیاتم ثابت میشد، خیلی خوشحال میشدم. ما چیزی ورای ژن‌های خود هستیم. ممکن است قوی‌تر یا ذاتاً هوشمندتر از اجداد غارنشین خود نباشیم، اما چیزی که ما را از ایشان جدا می‌کند دانشی است که در 10,000 سال گذشته، به خصوص در 300 سال اخیر کسب کرده. در انتهای
جملات قصار این کتاب من خلاصه ای رو درباره زندگی استیون هاکینگ برای شما میخونم. استیون ویلیام هاکینگ زاده 8 ژانویه 1942 و در گذشته 14 مارس 2018 فیزیکدان نظری، کیهانشناس و نویسنده بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهانشناسی نظری در دانشگاه کمبریج بود. هاکینگ در شهر دانشگاهی آکسفورد زاده شد. استیون در روزهای جنگ جهانی دوم به دنیا آمد. خانه والدین وی در هایگیت در شمال لندن واقع بود. فرانک و ایزابل هاکینگ برای اطمینان یافتن از تولد بدون خطر و سالم نخستین فرزندشان تصمیم گرفتند پیش از به دنیا آمدن او موقتاً به آکسفورد بروند. ایزابل در آکسفورد پسرش را به سلامت به دنیا آورد. این روز مصادف بود با سالروز مرگ گالیله که دقیقاً 300 سال پیش از آن در 1642 اتفاق افتاده بود. بنابر تصادفی دیگر، نیوتن حدود همان روزها در همان سال به دنیا آمده بود. وی از همان زمان به علم ریاضیات علاقه داشت و آرزوی دانشمند شدن را در سر می‌پروراند. اما در مدرسه به عنوان دانش آموزی خودسر و بسیار بدخط شناخته می‌شد. او هرگز خود را در محدوده کتاب‌های درسی مقید نمی‌کرد، بلکه همیشه سعی داشت در کتاب‌های درسی اشتباهاتی را یافته و با معلمان به جر و بحث بپردازد. هاکینگ در 17 سالگی به کالج دانشگاه آکسفورد وارد شد تا در آنجا به تحصیل علوم طبیعی با تاکید بر فیزیک بپردازد. او از همان زمان به اخترفیزیک و کیهانشناسی علاقه‌مند شد، زیرا در خود کنجکاوی شدیدی احساس می‌کرد که به رمز و راز ستارگان و آغاز و انجام کیهان پی ببرد. هاکینگ مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک بود و از هر گونه حرکت ناتوان بود. او نه می‌توانست بنشیند، نه برخیزد و نه راه رود. حتی قادر نبود دست و پایش را تکان بدهد یا بدنش را خم و راست کند و حتی توانایی سخن گفتن را نیز نداشت. کتاب‌ها و همایش‌هایش او را به چهره‌ای محبوب تبدیل کرده بود. هاکینگ عضو جامعه سلطنتی هنر و عضو ثابت جامعه اسقفان دانشمند بود و در سال 2009 مدال آزادی ریاست جمهوری امریکا را گرفت. استیون هاکینگ صبح روز 14 مارس 2018 در سن 76 سالگی در منزلش واقع در کمبریج درگذشت. این کتاب بسیار زیبا هستش و بسیار هم طولانی. من سعی کردم خلاصه کوتاه رو از این کتاب برای شما بخونم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر به مباحث علمی و نظریه پردازان دانشمندی مثل استیون هاکینگ علاقه‌مندید، حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.